اطلاعی رو در این شب میمون مبارک به ما عنایت فرمود تا در این محفل گرم و صمیمی در حضور شما سروران عزیز باشیم. امیدواریم که الله عزوجل همه ما رو جزء مغفرت شدگان رمضان قرار بده. در حضور اساتید، علما و فرهنگیان، ادبا، سخنوران، در حال صحبت کردن گستاخی است، ولی از این جایی که اصرار دوستان بیش از حد بود، به هر حال با زبان الکم چند دقیقه مصدق اوقات میشم به امید آنکه رب العالمین به همه ما توفیق عمل کردن به اون چه گفته میشه عنایت بفرماید. چند دقیقه که در خدمت شما سروران هستم پیرامون عوامل ترقی و انحطاط مسلمانان و یا به تعبیر دیگر وظایف یک جوان مسلمان، البته ویژه همه مسلمان، به ویژه نسل جوان که نسل علمبردار و پیش‌قراول هر نهضت و مکتبه کلماتی عرض خواهم کرد. غم و درد و رنج و آلامی که امروز بر پیکره جهان اسلام وارد می شود و مسائل و مشکلات و چالش‌ها و بحران‌هایی که دامنگیر امت اسلامی شده بر هیچ کس پوشیده نیست. بدون تردید موقعیت اسلام از هر حیث سیاسی، جغرافیایی، نظامی و اقتصادی از تمامی ابعاد اسلام و مسلمانان متاسفانه امروز ضعیف شدند. به همین دلیل هر جا حرفی از بدبختی و فلاکت و هلاکت و نابودی سرزمین مسلمانان است. هر جا مشتی بالا می‌رود بر فرق مسلمانان فرود میاد. هر جا ماشه‌ای چکانیده می‌شود قلب مسلمانان را نشانه می‌گیرد. هر جا بمب و تانکی حرکت می‌کند فکر می‌شود باز قبله مسلمانان را مساجد مسلمین که به منزله قلب تپنده جهان اسلام به شمار می‌روند اهداف و آماج حملات خودشان قرار می‌گیرند. علت چیست؟ چرا ما مسلمانان این گونه خار شدیم؟ چرا اینقدر ما مسلمانان عقب افتاده شدیم؟ دلیلش چیست؟ علت ضعف ما مسلمانان کجاست؟ اقبال می‌فرماید شبی بگریستم پیش خدازار، مسلمانان چرا خارند و زارند، ندا آمد نمی‌دانی که این قوم دلی دارند و محبوبی ندارند. تکبیر! آنی مسلمانانی که در دوران حکومت نوپای اسلام مسلمانان در شبه جزیره عربستان به سیاست و قیادت و زعامت بزرگترین ابرمرد تاریخ یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هر جا که عزم آهنین خودشان را می‌بستند برای رویارویی با لشکر کفر غیر ممکن بود که چراغ سبز پیروزی جلوی چشمانشان به چشمک در نیاد. غیر ممکن بود که پایه‌های علیکه ظلم و استبداد را به لرزه در نیارند و اونها را تابعدار نکنند و سرزمین‌هایشان را زمینه قلمروی اسلام مسلمانان نگردانند. غیر ممکن بود که هر جا مسلمانان قدم می‌گذاشتند با کلمه زیبا و ترین انداز لا اله الا الله محمد رسول الله تمامی سدهای فولادین و دژهای آهنین در مقابل سربازان محمد برهش می‌کردند. اگر این کلمه را در دریا می‌خواندند به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد با اسبان خودشان طوری از میان دریا می‌گذشتند که حتی سم اسبانشان پیش نمی‌شد. اگر در مقابل حیوانات و درندگان می‌خواندند در میان جنگل‌ها تمامی جنگل خالی از سکنه می‌شد و میزبان سربازان رسول الله می‌شد. امروز چه شده مسلمانان؟ ما فرزندان همون صحابه هستیم، ما فرزندان همون محمد هستیم، ما سنگ پیروی و تبعیت رسول الله را به سینه می‌زنیم. پس علت عقب افتادگی و تنزل و انحطاط ما چیست؟ من در دو سه جمله خلاصه می‌کنم به عنوان وظایف جوانان مسلمان. عقد ارتباطات بشریت امروز بر کرسی اختراع و اکتشاف نشسته و تا جایی که فکر انسان کار می‌کند داره پیشرفت می‌کند و کمتر روزی دیده می‌شود
که پرده از یک اکتشاف و اختراع جدیدی بر ندارند. جهان مانند جهان با این عظمت مانند دهکده‌ای شده که اگر در دورترین نقطه کره خاکی کوچکترین اتفاقی واقع بشه و حادث بشه، کوچکترین رخداد و رویدادی رخ بده، قطعا تمامی مسلمانان و تمامی بشریتی که در روی کره خاکی زندگی میکنند بدون تحمل کردن حتی کوچکترین هزینه و یا سختی و رنج و بلاحتی میتونن تمامی اخبار، رویدادها و حوادث را مستقیما ببینند، بشنوند و تماشا کنند. وظیفه من تو چیست؟ آیا ما باید بشینیم پیشرفت‌های غرب را و غربیان رو بنگریم؟ قطعا وظیفه ما این نیست. با خدا قسم اگر ما رسالت خودمان را بدونیم و عوامل ترقی و عوامل پیشرفت مسلمانان و صدر اسلام و عوامل تنزل و انحطاط و سقوط خودمان را خوب بررسی بکنیم و اون عوامل و اون اسباب ترقی رو در وجودمان احیا بکنیم، بار دیگر مطمئن باشیم که فتح و پیروزی و کامیابی پیشانی من و شما را خواهد داد. الله اکبر، الله اکبر. فقیران تا به مسجد صف کشیدند، فقیران تا به مسجد صف کشیدند، گریبان شهنشاهان دریدند، چون آتش به مسکین افسرد مسلمانان به درگاهان خزیدند. اولین عامل ترقی و رمز موفقیت صدر اسلام این بود که اونها از اسلام عزیز با تمام وجود پاسبانی و حراست میکردند. اسلام حقیقی در وجود اونها تبلور یافت بود و امروز اسلام سوری است. میخواد خوشتون بیاد، میخواد نیاد، ولی واقعیت باید گفته بشه و همه من شما باید قبول بکنید. من برای باز شدن بحثم یک فرق بین اسلام سوری و حقیقی یک مثالی از گفتارهای متفکر جهان اسلام استاد ندوی خدمت شما عرض میکنم. ایشون مثال میزنه، میگه شما قطعا درون خانه‌هایتان میوه‌های استفاده پلاستیکی مصنوعی رو حتما دارید برای زینت خانه. آیا خود شما انصافاً وقتی درون خانه میشید به همین تماشا کردن میوه‌های استفاده و شیرینی‌هایی که با دست انسان درست شده و مصنوعی هست بسنده میکنید و از بازار میوه تهیه نمیکنید؟ و آیا فرزندان شما و خانم‌های شما ادعایشون به همین تمام میشه که بله چون که روی یخچال ما دکوراسیون خانه ما رو برقرار داره این میوه‌های استفاده تشکیل میده؟ قطعاً که. مثال دیگر، شما به موزه‌های طبیعی رفتید، مجسمه‌های شیر، پلنگ، گرگ، حیوانات وحشی، از دور هر کس نگاه بکنه بگه این چه مجسمه حلیلا بزرگ مهیب، اما به مجرد اینکه نزدیک میشود یک کودک بسیار ضعیف با دستان ضعیف و نازک جمعی شده این مجسمه بزرگ شیر را سقوط بده و به پایین بیاندازد. چرا؟ چون این کودک حقیقته و اون مجسمه فقط صورت. پس به این نتیجه رسیدیم صورت هر چقدر مهیب و بزرگ و شگرف باشه هرگز نای و توان مقابله در مقابل حقیقت کوچک و هم ندارد. سروران عزیز، اسلام صحابه، شهادتینی که صحابه صدر اسلام می‌خوندند حاوی یک واقعیت و یک حقیقت بود و امروز اون اسلام و لا اله الا الله فقط حالت صورت به خودش گرفته. ناراحت نشید، من واقعیات تاریخ را دارم بررسی می‌کنم. شهادتینی که هنگامی که صحابه می‌خواند لا اله الا الله محمد رسول الله تمامی رنج‌ها، ناملایمی‌ها، نارسایی‌ها، مشکلات، معضلات همه برای اینها آسان می‌شد و می‌توانستند تمامی زندگیشون رو، تمامی حیاتشون رو حس و نیست خودشان را فدای کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بکنند و لیکن یک لحظه کلمه به محمد را از اونها نگیرند. جا دارد اخلاق‌های تاریخ لحظه‌ای توقف بکند و ایمان حقیقی شیرمردان و شیرزنان و نوجوانانی همچون خنسا، عمیر بن وقاص، عمرو بن جموح و سایر صحابه رو من به هر کدوم از اقشار یک مثال از مثال‌های زنده اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله می‌کنم. صلوات الله بفرمایید. بله، وقتی که یکی از زنان، بلکه زن شیر زنان صحابیه رسول الله اسلام مشرف به کلمه می شود، مشرف به اسلام می شود، گفتن این کلمات به زبان من و شنیدن با گوشهای شما پیدا. اما وقتی که کلمه رو میخواند
اونجاست که 4 تا فرزند خودش رو تربیت کرده، بزرگ کرده، به اصطلاح آبیاری کرده تا یک زمانی در تحت ظل و سایه او آرامش داشته باشه و آسایش داشته باشه و بتونه از میوه‌های او استفاده بکنه. اما زمانی که بزرگ میشود، به سن رشد میرسد، به سن کمال میرسد، هر ستای اینها را قسم میدهد میخواد در روز جنگ مادرم بیایید فرزندانم دور برم. میاد جمع میشه میگه مادر چی میخوای بگی برای من؟ بگو. میگه مادرم من شیر سینم و شیر پستانم و به شما حرام دارم اگر امشب در مصاف جنگ حرکت نکنید و یکی پس از دیگری خون خودتان را در طبق اخلاص نریزید و فدای رسول خدا و فدای دین محمد رسول الله تکبیر. سبحان الله. این مادر از کجا دست گرفته؟ چه نیرو و عنصری در وجود این مادر تنور یافته که درخشش او ایمان او را به افق آسمان آورده است؟ قطعا اون شهادتین امروز یاد نخواهد شد. نوجوانان، امیر بن وقاص از شماست، کودکی 12 ساله در غزوه سرنوشت سال بعد، نخستین غزوه و کارزاری که بین سپاه حق و کفر در گرفت، رسول معظم اسلام سپاهیان را صف‌بندی کردند. در میان صحابه امیر بن وقاص 12 ساله حرکت کرد، آمد در محضر رسول معظم اسلام، در میان صفها خودش رو جای داد و از اون جایی که میدونید اگر پیامبر اینو ببینه برش میگردونه، جوانان گوش بدن، پیامبر اونو بر میگردونه، لذا آمد در یک گوشه میان صفها خودش رو پنهان کرد که رسول الله اونو نبینه. داشت پیامبر خدا سفارایی میکرد که ناگهان برادر امیر که اسمش سعد بن ابی وقاص بود چشمش به امیر افتاد. این امیر از این صف به اون صف همپشت میره، چادری را رو سرش انداخته، کسی اونو نشناسه. امیر کجا؟ امیر تو کجا آمدی؟ چرا همپشت را میری؟ گفت من آمدم جلوی قدمهای نازنین رسول الله پرپر بشم و آمدم کسانی که به ساعت پاک و مقدس رسول الله اهانت میکنه با دندونم را تک اونها رو پاره بکنم. تو رو خدا نداشت به رسول الله چیزی نگفت، تو رو خدا محمد رو خبر نکن، تو رو خدا رحمت للعالمین چیزی نگی که من امیر رو برمیگردونه. من بوی بهشت استشمام میکنم، من میخوام دست رسول الله رو در بهشت بخشارم، نکنه که من برگردونه. سبحان الله. گفتگوی ادامه داره که نام رسول الله آمد که امیر کجا آمدی؟ امیر تو چرا آمدی؟ تو کوچیکی فوراً به پای رسول الله افتاد. تو رو خدا رسول الله من میخوام تو بهشت کنارت باشم، من آمدم تکنیت باشم، من گل پرپرش کنم کنم، من خودشه و کبوتر سفیدی هستم که روز میخوام با خونم دستش دارم، دست استقامت، دست روز بردی، دست ایمان رو دستم به جهان بشریت بیامودم. تو خدا من برنگردون. سبحان الله. ایمانی کوه هم انجام میکنه. امیر بلند شد که رسول الله پیشانی تو رو بوسه بده. بلند شد برو که بتونه جلوی تو رو بگیره. حرکت کرد. کدوم مردی که روز به ساعت مقدس رسول الله اهانت بکنه مانند شیر درنده‌ای خودش را در قلب سپاه دشمن وارد میکند و بعد از اینکه چندین کافر را با دستان ضعیفش به درک واصل میکند خودش جام شهادت را مرتب تاریخ اینها رو فراموش نکرده. سواد تاریخ از خلال اینها به صورت گذرانه خواهد گذشت. نوجوانان، امروز چه شده امت رسول الله را میدونید چی میگذرد؟ اون نوجوان نمیتونه تحمل بکنه حالت رسول الله، آمده خودش رو فدا بکنه. اما امروز امت رسول الله 1,400,000 مسلمان میشنوید و میبینید چه اهانت‌هایی در آمریکا نمایشنامه‌ای درست کردن به نام نمایشنامه لرزش. قهرمان این فیلم کیه؟ محمد عربی. یک دست محمد لیوان شراب و دست دیگرش به بغل فوق‌الصافه با آبروی اسلام داره می‌تازد. اما کجاست امت رسول الله؟
اقبال به تو میگه ای توهی از ذوق و شوق و سوز درد، میشناسی اصل ما با ما چه کرد، اصل ما را ز ما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد. سوز او تا از میان سینه رفت، جوهر آینه از آینه رفت، تا کجا می‌غیرت این زیستن یا رسول الله، ای مسلمان باید این زیستن. یا رسول الله، یا رسول الله. چه شدیم ما؟ این جهان کهنه درباز ای جوان، تا کجا بی غیرت دین زیستن، ای مسلمان مرده این زیستن. به خدا قسم مرگه بیان در زندان ابو هریره تعدادی از زندانیان مسلمان را، فرزندان ابو حنیفه را، فرزندان عبدالقادر گیلانی را. عراق سرزمین علی کراره، سرزمین عبدالقادر گیلانی، سرزمین و دانشگاه ابو حنیفه، مهد علم و عرفا و خون حسین کربلا. امروز بیاد جوان مسلمان رو بیاد بیرون جلو میزنه و 6 لخت مادرزا سگهای آموزشی را میارن اول آله تناسلی و سپس جسد اونها را تکه تکه و پاره پاره میکنن. بعد دیگه سر صدا میشه رئیس جمهور آمریکا فقط خانم جنرال جلیس را که به عنوان ریاست از زندان ابو غریب هست برکنار میکنه و به پست مقامی بالاتر نمیشه. دولت‌های اسلامی، کو سرمایه‌داران اسلامی، چه بگه اقبال به من تو بگی این اشعار را که با فشیزی دین و ملت نافرو، هم متاع خانه و هم خانه سو، آن که بود الله او را ساز و بند، دین او اندر کتاب او به مرد. هر کسی بر جاده خود تیز رو، ناقه ما بی زمان و عرض رو، صاحب قرآن بی ذوق طرب، العجب ثم العجب ثم العجب. این از نوجوانان عمیر بن وقاص. و اما بشنوید از جوانان، جوانی داریم به نام خالد بن ولید که رسول معظم اسلام میفرماید خالد بن ولید سیف من سیوف الله سله علی المشرکین. خالد شمشیر کشیده خداست که بر فرق مشرکین و ملحدین در هر عصر زمانی فرود خواهد اونها را تکه تکه و پاره خواهد کرد. خالد بن ولید در نبرد سرنوشت‌ساز یرموک در زمان سپهسالار دین و خلیفه بلافاصله رسول الله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در منطقه شام، لشکر کفار 200,000 نفر و لشکر خالد بن ولید 2,000 نفر اصلا قابل مقایسه نیست، قابل تراز و متساوی نیست. 2,000 کجا، 200,000 کجا. یکی از مسیحیانی که تحت لوای اسلام می‌جنگید خودشو به خالد نزدیک می‌کنه، میگه خالد، میگه چیه؟ میگه لشکر کفار 10 برابر ما.
ما رو تکه تکه و پاره پاره میکنن. میگه مسیحی تو مسلمانی، خدا قسم اگر لشکر کفار 1000 برابرم باشه در مقابل شمشیر حق و شمشیر قرآن هیچ و پوچن، چرا چون ما حقیقت انسان اسلامی را رها کردن و صورت نای مقابله و توان ایستادگی را در مقابل حقیقت رو نداره. حرکت میکند. بعد اینکه مقداری تاردار گرم میشود، بیش از 80,000 نفر از فوج کفار رو خارج برای همیشه به درک واصل میکنه. ها 80,000 نفر توسط 2,000 نفر. در همین جا یکی از صحابه خودش رو به امیر جنگ نزدیک میکنه، میگه ای فرمانده جنگ، من آمدم برای شهادت، من آمدم برای تکه شدن، من میخوام امروز روزم افطاری رو با رسول الله در جنت الفردوس برید باشم. برای محمد چه سفارش داری که برسونم؟ میگه سلام منو به پیامبر برسون، بگو یا رسول الله فدا که ابانا و مانا، مامان و بابامون فدا بشه که قطر خونی که در آن ریختی، دندان مبارک تو فدا کردی، حسین تو ریختی، ما امروز غنچه زدیم بیرون شدیم، انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، هر چی که به ما گفته بودی دیدیم. امروز اگر مسلمانی بگه من میخوام برم پیش رسول الله، مسلمان شما چی دارید بگید؟ چی بگید؟ یا رسول الله به تو اهانت میشه، زنان مسلمان تجاوز میشه، فرزندان مسلمان در مسجد الاقصی تکه تکه و پاره پاره میشه. یا رسول الله نمازخوانان امت معتاد و تحیات میشن. یا رسول الله روز قیامت خنسا 4 تا بچه داره، تو چی داری؟ 4 تا بچه معتاد میشن. تو چی داری؟ 4 تا دختر بی حجاب و بی غیرت. تو چی کار کردی؟ در ماه رمضان فقط 2 رکعت نماز خوندم، رمضان که بچیده شد تو ماه رمضان تو بار عبادت با خودش برد. چی رو خواهم بگی؟ حمزه با جسد تکش میاد، خنسا با 4 تا بچهش میاد، خواهرم سمیه با بدن پارو پارش میاد، بله عمیر رو نقاط با دست پشتش میاد. تو چه داری؟ من چه دارم خدایا؟ شرمنده ایم، چیزی رو نداری. و اما پیر مردان گوش میدن. عمرو بن جموح اللیل 4 تا بچه‌شو در غزوه احد غالباً بسیج میکنه، خودش پاش لنگه، میاد لباس رزم میپوشه. بچه‌هاش میگن کجا بابا؟ میگه من میخوام بیام شرکت بکنم. نه لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج. تو لنگی و پیر مرد و ما 4 نفر جوانیم، تو چرا؟ یکی از میاد پیش رسول الله، میگه یا رسول الله من میخوام در جهاد شرکت بکنم، بچه‌ام نمیگذاره. میگه خب عمرو بن جموح اللیل تو بشین تو خانه، بچه‌ها جهاد میکنن. میدونی چی میگه؟ این پیرمرد زنده دل و جوان دل که دلش از 1000 جوان امروزی زنده تره، میگه یا رسول الله منم میخوام با پای لنگم در بهشت قدم بزنم. تو چرا مانع میشی؟ تو رو خدا بذار بیاد که من با پای لنگم تو بهشت جا داشته باشم. چرا مانع من میشی؟ اینها رو تاریخ فراموش نمیکنه و اینها افسانه نیست. جوان مسلمان اینها باید انگیزه بده، باید شجاعت بیاره، غیرت عمری رو باید زنده بکنه، وگرنه کار از کار تمامه. لذا اولین وظیفه یک جوان مسلمان اینه که اسلام حقیقی رو پاک بداره، اسلام سوری رو بزنه بیرون، اسلام مجازی رو از مجاز به حقیقت بیار، از صورت به واقعیت بیار، از زمین به آسمان بره، از صراط به ثریا بره، از عالم مادیات به عالم معنویت فرار بکنه و از خوشی‌های دنیا خودش رو به خدا برسونه. سلامت این اولین وظیفه ماست. وقتی منم خیلی دیر شد، اما من صحبتم رو باید تمام بکنم. دومین وظیفه یک جوان مسلمان اینه که ما با تئوری و ایدئولوژی اسلام اگر آشنا باشیم بسنده نیست، بلکه باید در عرصه عمل نشان بدیم. امروز اسلام عمل میخواد. صحابه رضوان الله علیهم مخلوقا لا اله الا الله، لا اله الا الله رو عملا وارد زندگیشون میکردن. فرقی نمیکنه تاجر بودن، کاسب بودن، بازاری بودن، فرهنگی بودن، رئیس جمهور بودن، قاضی بودن،
من به دو مورد از این هم اشاره میکنم. در زمان خلافت امیرالمومنین حیدر کرار رضی الله تعالی عنه، ایشون یک زرهی دارن، زره حضرت علی گم میشه. بعد چند وقتی خودشان خلیفه و در واقع به اصطلاح امروز ریاست جمهوری یک کشور چندین کشور رو به عهده داره، تمام خلافت رو. بعد زره خودش رو نزد یهودی میبینه، بلافاصله میگه یهودی این زره مال من نیست. میگه آقا چرا داری منو متهم میکنی؟ حضرت علی شکایت میکنه پیش قاضی شریح قاضی رد. توجه کنید، حالا یک رئیس جمهور میاد پیش قاضی از دست یک یهودی میاد در مجلس حاضر میشه. حضرت علی هم میاد، قاضی شریح بلند میشه میگه السلام علیک یا امیرالمؤمنین. میگه به من امیرالمؤمنین نگو، الان من در مقام شافعی متهمم، امیرالمؤمنین برای من واژه خوبی نیست. بیا بالا بشین. نه، من کنار متهم میشینم. باید دست بگیرن دولت مردان دنیا و حکومت علوی باید زنده بشه تا دنیا متبلور بشه از نور قرآن. بیاد کنارش میشینه. بعد چون که حضرت علی مدعیه و مدعی باید شاهد بیاره، شاهد دارید؟ شاهدم بچم فرزند برومندم امام حسنه. شهادت بچه برای پدر قابل قبول نیست علی، لذا ما معذوریم، معذرت میخوام، شهادت بچه رو قبول نمیکنیم. چشم. قاضی هم میدونه که به خدا قسم زره مال علی، علی هم میدونه، یهودی هم میدونه که زره مال علی کرده و خدا هم میدونه که زره مال علی، اما به خاطر قضاوت اسلام برمیداره زره رو به یهودی میده چون که علی شاهد نداره. بلند میشن میرم بیرون، یک انقلاب شگرف و بزرگی در وجود یهودی که خدایا این اسلام رو به این درد. بلافاصله برمیگرده میاد پاهای حضرت علی رو میبوسه، میگه فدای تو و فدای دینت، لا اله الا الله محمد رسول الله. علی در دین ما خدمتگری، عدل فاروقی و فضل حیدری، آن مسلمانان که میری کردن در شهنشاهی فقیری کردن. در زمان سلطان مراد حضرت علی مجددا زره رو میبخشه به خود یهودی، میگه به اسلام 700 دینار رو روش میذاره. اینها بودن عملا اسلام، کسانی میگن اسلام با زور و اکراه و اجبار و قلدری و شجاعت پیروز شد، به خدا قسم حرف مفت و گذاری، بلکه اسلام توسط عمل مسلمانان، توسط اعمال حسنه مسلمانان، اخلاق و همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان توانست بر این همه کره خاکی سایه بسیار بزرگ خودش را بگسترانه و همه را تحت لوای خودش جای بده. سلطان مراد یکی از خلفای عثمانی که کل شبه جزیره بالکان رو فتح میکنه و بنا هست که مسجد درست بکنه که در دنیا این مسجد انگشت شمار بشه، تکتاج میدان باشه. بنایی میارن، کاری نداریم، بعد که بنا کارش رو تمام میکنه قسمتی از کارش حالا عیبی داشته نمیدونم، اقبال لاهوری دستشو میاره. بعد سلطان مراد میاد این بنا کارش رو انجام نداده، با شمشیری که در کفتره میزنه دست رو قطع میکنه. بلافاصله دست نقصه‌ی خودش این بنای مسلمان در بیاره بیاره پیش قاضی بخش شکایت میکنه. چیه؟ برای سلطان مراد دست رو قطع کرد. بلافاصله رو میفرستن احضاریه و احضاریه که بلند شد کارش رو بذار کنار، لباسه ریاست جمهوری رو بذار کنار، به شکل یک متهم بلند شد بیاد. استرد و اساس محافظ و نگهبان همه رو بذار. میاد اینجا در محضر اسلام، قاضی اسلام اونجا خودشرف و حدود پیدا میکنه. بعد از اون که قاضیاشو میده، قاضی حکم میکند که شمشیر از دست سلطان مراد گرفته بشه و به دست بنای مسلمان داده بشه که انتقام خودش رو بگیره و به جهانیان اثبات بکنه که اسلام دین عمله، نه دین فسق و مقام و ریاست. شمشیر رو بالا برد بنای مسلمان و سلطان مراد دست خودش رو دراز کرد که الان موقع قصاص حق و عدالت در مردم قرآن و سنت. اینجا که دست خودش بالا برد گفت الان میتونم بدم و این را دست خودم رو پس بکنم، ولی گفت از بحر خدا بخشیدمت، از برای مصطفی بخشیدمت. پیش قرآن بنده و مولا یکی، موریا و مصدر زیبا یکی، یا موری بر سلیمانی زفر خطبت آیین پیغمبر نگرد. این عمل اسلامه. ما امروز چه عمل داریم؟ اگر یک ما سوال بکنه اسلام رو برام معرفی بکن، چی داریم بگیم؟ برادری از دانشمندان غربی از طریق مطالعه کتب اسلامی و نشریات و شبکه جهانی اینترنت با ایدئولوژی اسلام و تئوری اسلام آشنا میشه، عاشق و شیفته اسلام میشه. اسلام درون نوشتارها خیلی زیباست،
این اسلام رو ما در تعلیم قبول کنیم. دیوانه میشه قرآن رو مطالعه میکنه، لا اله الا الله محمد رسول الله. من تو این جهان گندیده تجربه میکنم، از مخوض جذب میکنه که من برم اسلام رو در مرکز رشد رو به اسلام یعنی مکه و مدینه تماشا بکنم. حرکت میکنه میاد به مدینه منوره و مکه مکرمه. وقتی احوال مسلمانان رو میبینه که مسلمانان هیچ گونه سلخیتی با خود اسلام ندارن، از شان سلاطین میشه روی خانه خدا و گنبد رسول الله، میگه الحمدلله الذی عرفنی الاسلام قبل ان اعرف المسلمین. خدا رو شکر که اول اسلام رو شناختم بعد مسلمان رو دیدم، وگرنه به خدا تا 100 سال اسلام نمیآوردم. این برای ما ننگه، این برای ما مایه خفت و ذلته که اسلام درون قرآن در زیبا و اسلامی که درون ما مسلمان هیچ گونه اصل زمین با اسلام قرآن و سنت نداره. چرا؟ چون که عمل نیست. برادری از برادران بسیار بزرگ جماعت تبلیغی این نهضت بسیار عظیم و شکوفا تعریف میکرد. ما رفتیم در لس آنجلس، تمام دنیا رفتن اونجا کارگزاری میدادن. یک برادری تاجر مغازه‌دار صبح قرآنشو باز میکنه برای خوندن، یک خانم مسیحی میاد پیشش برای خرید لوازم و احتیاجات ضروری منزلش. من با تون حرف بزنم چون مطالب رو شما برسونم. میاد هر روز میاد یک مسئله که بهش میفرمونه، بعد به قرآنش، به دینش، ریشش، مذهبش، امامش مسلمان تبسم میکنه و میذاره میگه. این اخلاق اسلامی تا اینکه رفت آمدها زیاد و این زن تحت تأثیر اخلاق اسلامی و قرآن قدم و شم قرار میگیره و بعد کلمه زیبای لا اله الا الله محمد رسول الله رو میکنه و مسلمان میشه. از اون آقای تبلیغی درخواست میکنه یک نوجوان خوب به معرفی کنه من باش ازدواج بکنم، عهد اسلامی بکنم. میاد پیدا میگیره که از جوانان خاورمیانه، دیگه از جوانان من و شما که مهاجر آمریکا بوده، میاد بالاخره معرفی میکنه، مراسم عرض عروسی برگزار میشه، زن حجاب اسلامی رو میپوشه، نماز تهجدش خدا شاهد رضا نمیشه، قرآنش، قرائتش، ذکرش، تلاوتش، صدقه‌اش، انفاقش، همه ماهیت‌های دیگه اخلاقش. تا اینکه بعد از یک ماه سر صبحی را نشسته که این زن حجاب رو برداشته آورد، قرآن رو سرش گرفت و قرآن رو محکم کوبید. من این اسلام رو نمیخوام. چرا اسلامی رو تو قبول کردی؟ چون که خود مسلمان شوهرم به این قرآن عمل نمیکنه، من چگونه عمل کنم؟ قرآن گفت آقا شراب حرامه، شوهرم روزی 2 لیتر شراب میخوره. قرآن گفت بی حجابی و حجابی و چیزی حرامه، شوهرم شب روز مشغول به حجابی است. قرآن شما گفت زنا حرامه، قرآن شما گفت قماربازی حرامه، فلان حرامه، اما همه حرام خدا میگه حلال میکنه. اسلامی که ندونه پیروان خودشو تحت تاثیرش قرار بده، چگونه میخواد منو تحت تاثیر قرار بده؟ این تو و این اسلام نمیخواد و کفر میشه و مرتد میشه مجددا. از اعمال من تو در همه ابعاد زندگی، در بعد اجتماعی، در بعد معنوی و عبادی، عبادتها خالی از روح. تو عبادت فقط این 20 رکعت نماز تراویح ماه رمضان خدا حافظ تمام شد. این نماز نیست. نمازی که رسول معظم اسلام در قضیه سرنوشت ساز برخوندن و اون قدر گریه و تضرع کردن پیامبر خدا در عریش، اون قدر دستانش به طرف آسمان بلند شد که ردای رسول الله افتاد که ابوبکر پشت سر رسول الله لرزیدن گرفت. تو خدا یا رسول الله بس کن. دیوانه شدن، عرش خدا به لرزه در آمد، فرشتگان همه آمدن با امامه‌های درگاه لباس‌های سفیدپوش. بذار دعا کنم، بذار نماز بخونم که اجابت از در حق بهر استقبال می‌آید. استاد ندوی کیفیت نماز مولانا روم رحمت الله علیه رو بیان میکنه، میگه اون قدر در شبهای سرد زمستانی که برف رو زمین و اون باد تند، باد سیاه اصطلاحی نشان می‌وزید، وقتی اشک چشمان سراجیل میشد به خدا قسم، وقتی بریش و محافلش میرسید اشک‌ها یخ میبست. کون نماز مگس میاد دیوانه میشیم بیا حیولا یا هر چی گم میکنیم سر نمازی که برادران میگفت که من کلیدام گم کردم، هر چی گشتم با زن، بچه، خانم همه دعوا کردن از کلیدا خبره. عجب بیچارگی، کلید چیه؟ کلید گاز صندوق وقت میشه ماشین، هر دو تا نقطه ضعفش. دیگه اگر ماشین خاموش باشه و گاز صندوق هم بسته، دیگه این مرده جوان مسلمان امروز. آمدم اتفاقا سر نماز الله اکبر تو فکر کلیدا بود، کلیدا زیر دست‌ها زیر بالا شده. بله کلیدا رو تو نماز پیدا میکنیم، خدا رو پیدا کنیم. تو نماز که ما دنبال کلید و قفل پول باشیم، دیگه بیرون تو بازار کجا ما خدا رو پیدا کنیم؟ واقعا لا اله اندر نمازش بود و نیست، رازها اندر نیازش بود و نیست، نور در سر و صلات اون همان، جلوه‌ای در کائنات اون همان، سجده‌ای که از زمین لرزیده است بر
مرادش مهر و مه گردیدند، سنگ اگر گیرد نشان آن سجود، در هوا آشفته گردد همچون دود. این زمان جز سربزیری هیچ نیست، اندرون جز ضعف و پیری هیچ نیست. در بعد اجتماعی تفرق، تشتت، اختلاف، درگیری‌های قومی، تباهی فکری، هر کسی رو بکوب این بره در علیه او اسلحه بردار. اسلام و مسلمانان به جان همدیگر افتادند، در حالی که اقبال به من تو میگه نیست از روم و عرب پیوند ما، نیست پابند نسب پیوند ما، دل به محبوب حجازی بسته ایم، زین سبب با یکدیگر پیوسته ایم. در بعد نظامی، در بعد اقتصادی مسلمانان شدن نوکران حلقه و گوش آمریکا. کشورهای اسلامی فکر میکنن اگر سفارتخانه‌های اسرائیل و آمریکا رو تعطیل بکنن از گرسنگی میمیرن، در حالی که اینطور نیست. رزق خویش از نعمت دیگر مجو، اقبال به من تو میگه قیمت شمشاد خود نشناختی، سر به دیگر را بلند انداختی. لذا این دومین وظیفه ماست که در عرصه عمل باید این مسائل رو بالاخره پیاده بکنیم. و اما مسئله سوم و آخرین وظیفه دعوت به اسلام. مسلمان فقط نباید با اسلام آشنایی داشته باشه و خودش اصلاح بشه، بلکه مسلمان باید محور اصلاح ارشاد جامعه قرار بگیره. آیه‌ای که قم فانذر وربک فکبر، با این قیام باید بلند بشه و با این انگیزه که دنیا رو باید تسخیر بکنه. مسلمانی که داند رمز دین را، نصایح پیش غیر الله جلیل را، اگر گردون به کام اون نگردد به کام خود بگرداند زمین را. امروز این دعوت در میان ما مرده، بلکه غربی‌ها این دعوت رو برداشتن. غربی‌ها کوه‌های تبلیغاتی رو برداشتن و تا جایی که انرژی و توان دارن برای اسلام مسلمانان شب روز برنامه‌ریزی می‌کنن اما بچه مسلمان خوابه. وقتی انسان پروتکل‌های دانشوران صهیونیست برای ایجاد خدشه و دخله در میان صفوف مسلمانان رو مورد تحقیق و بررسی قرار میده، بدن انسان خدا را شاهد می‌گیرد. استاد نبی رحمة الله علیه در کتاب خودش آورده یکی از هنرمندان و هنرپیشه‌های حتی میلیونر آمریکایی به نام آقای هنری فورد کتاب نوشته تحت یهود جهانی که هر کسی کتاب مطالعه بکنه استاد میفهمد دیوانه میشه، که میاد اولین اولویت کاری اینها مبارزه با رهبران مذهبی و مبارزه با خود رسول خدا که امروز در جهان غرب زبان عربی زبان ترک و رسول الله به عنوان بزرگترین تروریست معرفی میشود. دو، سلام حکومت‌های اسلامی را همانند مهره‌های شطرنج بی اختیار و بی‌اراده کردند. متاسفانه امروز اینجوری شده الحمدلله که در کشور اسلامی ما حقیقتاً موضع‌گیری جمهوری انقلاب اسلامی ایران در قبال تمامی جنایت‌هایی که در عراق و فلسطین و اطراف افغانستان صورت گرفت موقعیتی بسیار موضوعی جالب به جان اسلامی بود و نماینده اون هم و اشاره‌ای که اون بکنیم روز جهانی قدس بود که امروز بود و این یکی از ابتکارات حضرت امام راحل رحمة الله علیه بود. تکبیر. الله اکبر. الله اکبر. لذا جهان غرب با تمامی قوا میخواد جوان ما نشخوار کننده تراوش‌های فکری و فرهنگی در و جوان ما هم متاسفانه دانسته و یا نادانسته میاد افکار بالاخره مسموم اونها رو خوراک ذهنی خودش قرار داره، حالا که نه تنها این که این خوراک مقوی و ویتامین‌دار نیست بلکه مسموم و زهراگین و آمیخته به اسید ایمان‌زدا است. پس جوان مسلمان امروز از جوان غرب هر چه از جوان غرب بیاد اون برای ما بلاک عمله. اگر یک جوان غربی تیغش کند شده باشه که مقداری از ریش تراشیده باشه اینجا تیغش گیر کرده باشه بعد بیاد تو شهر یک دوری بزنه فردا ببینید همه جوانان مسلمان یک بر ریششون تراشیده پروتوسوری میگن. یا اگر جوان غربی زانوی شلوارش پاره شده باشه و بعد نکی پیدا نکنه که اون رو بدوزه و یا جنس رو پیدا نکنه چرم بزنه چند سال دیدی شلوارهای لیگ اومدون همه دور و بر زانوها چرم داشته بودن میشن مرد. و اگر امروز روسری‌ها رو به 4 نفر میرن عدب و این رو مرد میانند آن ننگ بشربین که زند دم به تجدد اوریان بنموده است که حیوان بدن خود پیچیده سر از حکم خدا کرده تمرد بنموده به تقلید غلط پیروی از مرد. این است تمدن که کنون راه ازدواج است، تمدن حیوانی. و مسلمان تو فرهنگ قدیمی به نام قرآن و سنت داری، تو عنصر بسیار عظیمی به جا به نام احادیث رسول الله داری، تو فرزانگان نخبگان و فریفتگان بسیار عظیمی به نام ابوبکر و عمر و عثمان و علی داری که با تأثیر از اینها میتونی خودت رو زنده بکنی.
لذا ای زفسون فرنگی بی خبر، فتنه ها در آستین او نگر، از فریب او اگر خواهی امان، اشترانش را ز حوض خود بران. حکمتش هر قوم را بیچاره کرد، وحدت اعرابیان صدپاره کرد. اصل خود را بنگر ای صاحب نظر، در بدن باز آفرین روح عمر. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! مضایب شما خیلی زیاده جناب و شما دارید من رو به حرف میارید، ولی من به عنوان آخرین سخنم اینو میگم به شما که باز هم جای نومیدی نیست. به دو بقار بزرگ اقبال ای دلیران وطن، قربان ایمان شما میخورد در قلب دشمن تیغ برهان شما. میرسد مردی که زنجیر خرامان بشکند، دیده‌ام از روزن دیوار زندان شما. حقات امروز هنوز هم عمرها نمردند، صلاح الدین ها نمردند، بلکه نمونه بسیار کوچک از اینها را میتونید در سرزمین قدس و فلسطین مشاهده بکنید. من و شما بی‌تفاوتیم. من فقط دو عنوان بسیار کوچک عرض می‌کنم از حماس آفرینی‌های دلیل مردان و فرزندان خالد و فرزندان صلاح الدین ها در بیت المقدس. در روزهای اخیر و در ماه‌های اخیر همه شما شنیدید از اینکه ترور شیخ احمد یاسین و ترور شخصیت‌های دیگر از عزیز رنتیسی و استاد عیاض و ابو جهاد و بقیه بزرگواران، فرزندان و دانش آموزان من و شما خوب گوش بدید. فرزندان، همین نکته آخره، فرزندان و دانش آموزان من و شما، بچه‌های مکتبی دبستان، صبح که میخوان به مدرسه برن، با خدا قسم به جای خودکار و قلم و به جای دفتر و کتاب درون کیفشان مقداری سنگ می‌کنند. بعد میان کنار مادرشان میگه مادر پیشانی تو بیاد بوسه بدم، من دارم میرم مدرسه، این پیشانی اول، این بوسیدن اوله و این سنگ‌ها درون کیفمه و اگر زور بر نگشتم در جنت الفردوس و این کنار رسول الله منتظرم. بیا مامان، بیا اونجا من و تو هم دیگر رو ملاقات بکنیم. فإن لم نلتقي في الأرض يوما ففرق بيننا كأس المنون وموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون. مامان اگر ظهر به خانه نیامدم دیگه نهادم و نگه ندار، منتظر بچه ندار که بچه‌تون شب کنار رسول الله شام میخوره. این جوانه، دوتا از دوج جوان در فلسطین میگن بیا با هم عروسی بکنیم، عقد ببندیم، اما مراسم عروسی ما رو در جنت به امامت رسول الله میان عقد خودشان میبندن، هر دوتاشون روزی میگیرن و دست به یک عملیات استشهادی میزنن. شب رسول الله رو خواب میبینن هر دوتاشون که زوج جوان عقد خودتون رو بستید، افطاری بیاد در بهش، محمد میزبان شماست. سبحان الله، قربان ایمان. هر دو تا دست به یک عملیات استشهادی میزنن و هر دو تاشون شهید میشن و شب به افطاری محمد دعوت میشن. این نمونه های زنده در اصل من شما، اما صورت شده که نماز صبح داره میخوانی. قدرات خون جوان فلسطین هزار پیام داره، میگی جوان ایرانی مردها که میگه دسته شده، اما مرد تو با خدا بازه. این مرد رو بشکن، این مرد رو پس کن، خدا رو قلب خدا رو پس کن. بیا با خدا روز بگیر، شبهای منته نگوه ماه رمضان برچیده بشه و ما همچنان در لجندار معصیت. پروردگارا همه ما را چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. پروردگارا عزت از دسته مسلمانان را و مسلمانان برگردان. خدایا روح نازنین رسول الله را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا اسلام سوری ما را به اسلام حقیقی تبدیل بفرما. در روز قیامت در کنار بقیه شهدا پروردگارا اگر ما خونی نریختیم، عرق ما رو، اشک ما رو، نماز ما رو اگر چیز بیروحه به درگاه خود قبول بفرما و ما رو در زمره شهدا و صدیقین محشور بفرما. از اینکه از کوپینم بیشتر حرف زدم معذرت میخوام. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.